روز 20 نوامبر سال 2023 اگر عمر وفایش میکرد، بازار صابر یکی از معروفترین شاعران تاجیک نیمه دوم عصر 20 و اول عصر 21 به سن 85 میرسید. در این روز شهردار دوشنبه رستم مومری با امضای یک قرار از کمیسیون موقتی مجلس وکیلان خلقی پایتخت اوید به نامگذاری تقاضا کرده که به مجلس وکیلان پایتخت درباره نامگذاری نمودن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به نام شاعر معروف جمهوری تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، اردن ستاره پرزیدنت تاجیکستان درجه 3 بازار صابر تکلیف پیشنهاد نماید. شهردار دوشنبه روز 20 نوامبر به شرف زادروز بازار صابر محفل پاس خاطر او را تحت عنوان شاعر و شعر اگر هست دایر کرده است. شوگونه صابر دختر بازار صابر برای چنین قدردانی به مقامات پایتخت از نام فرزندان شاعر و مادرشان گلچهره صابر اظهار سپاس کرده است. بازار صابر 20 نوامبر سال 1938 در دهه صوفیان نویه فیض‌آباد دیده به جوان کشاده 1 ماه سال 2018 در شهر سیتل امریکا در سن 79 از عالم چشم پوشید. بازار صابر را در آرامگاه لچوب دوشنبه به خاک سپاریدند. از بازار صابر چندین کتاب شعر به یادگار ماند، از جمله پیوند، آتش برگ، گل خور، مژگان شب، چشم سفیددار، سیم خور، از وطن وقتی که می رفتم، از گل خور تا سیم خور، شاعر و شعر اگر هست، خون قلم، لاله های سیاه باقی ماندند. بازار صابر به ویژه با اشعارش درباره وطن، زبان مادری تاجیکستان محبوبیت زیاد به دست آورده است. ترانه از خون سیاوشم بر متن بازار صابر از جانب بسیاری ها حتی یک گیمن غیر رسمی تاجیکستان قبول شده است.